محمد. سلام الله علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد بزرگوار، حال احوال شما؟ سلامت باشید. الحمدلله، دعاگویی شما خسته نباشید. خدمت شما باشید. و همکاران عزیز و بینندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم. علیکم و علیهم السلام، زنده باشید. سلامت باشید. آقای حسین جان میگه دلا خوبان دل خونین پسندند. دلا خونشو که خوبان این پسندند. الله اکبر. متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی آن گروهی این پسندند. کاملا. دیگه آقای انصاری دیگه همه چی داریم الحمدلله دیگه. دیگه هر کسی هم مشتری خودشو داره. انشالله که مشتری خوبی باشیم برای الله باری تعالی و بتونیم بنده خوبی باشیم به لطف خدا. انشاءالله. انشالله. خدمت شما هست که آقای انصاری جان و اول هفته برنامه تاجیکستانتون رو می‌دیدم. موضوع برنامهش در رابطه با این بله دیدم خیلی برنامه جالب بود. متاسفانه ما هم تو ایران اسیر این داستانا هستیم و افراد سودجو همیشه هستن که با از سادگی مردم سوء استفاده میکنن و کلام خدا که نه یه سری خدابلاتی رو به خورد این مردم میدن و مردم هم بابت اینا پول میدن و پول سنگینی هم میدن. حالا دیگه انشالله که هدایت بشن. حالا من در باره این افرادی که دنبال این داستانن آقای انصاری یه شعری هست میخوام اگه بخونم. بفرمایید. که انشالله تاثیرگذار باشه. انشالله. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. آقا میگه خری با صاحب خود گفت در راه که ای بی رحم بی انصاف بدخواه، مرا تا چند زیر بار داری، مرا تا چند با جان کار داری، خدا مرگت دهد تا شاد گردم، ز بند محنتت آزاد گردم. جوابش داد که حیوان در بند، چرا از مرگ من هستی تو خرسند؟ علاجی کن که دیگر خر نباشی، کشیدن بار را در خور نباشی، وگرنه تا تو خر هستی به ناچار، چه من چه دیگری از تو کشد کار. ایشان بگر انصاری اون خره نباشیم که بتونه از همون استفاده کنم. من مزمین برامت شدم. خواهش میکنم. خدا زنده باشید. تشکر محمد آقای گل. الله متعال حفظتون کنه. واقعا شعر زیبایی بود که امیدواریم که عقل‌هایی که هنوز هم در خواب هستند بیدار بشن.